حیوانات کمی از این موضوع احساس ناراحتی کردند. به جز مولی و اسنوبال هیچ حیوان دیگری تا به حال مزرعه را ترک نکرده بود و آنها دوست نداشتند تصور کنند رفیق بیمارشان در دست انسانها باشد. اگرچه اسکویلر به راحتی آنها را قانع کرد که دامپزشک در ولینگدان میتواند بهتر از داخل مزرعه باکسر را درمان کند. در حدود نیم ساعت بعد وقتی باکسر کمی بهبود یافت، تصمیم گرفت لنگ زنان به آخرش برگردد، جایی که کلاور و بنجامین یک تخت کاهی خوب برای او آماده کرده بودند. تا 2 روز بعد باکسر در آخرش ماند. خوک‌ها یک بطری بزرگ صورتی دارو که از قفسه داروها در حمام پیدا کرده بودند برای او فرستادند و کلاور آن را 2 بار در روز بعد از غذا به باکسر میداد. شبها او در آخرش دراز میکشید و با باکسر صحبت میکرد، در حالی که بنجامین هم مگس‌ها را از او دور میکرد. باکسر ادعا میکرد برای آنچه که اتفاق افتاده است متاسف نیست. اگر او بهبود خوبی داشته باشد انتظار میرود که تا 1 سال دیگر هم زنده باشد و منتظر روزهای آرام و ساکت در گوشه مرتع بزرگ میشود. بنجامین و کلاور فقط میتونستن بعد از ساعت کاری با باکسر باشند. پس در اواسط روز بود که واگن باری آمد تا او را ببرد. حیوانات همه سر کار بودند و شلغمها را تحت نظارت یک خوک جدا میکردند. آنها وقتی دیدن بنجامین از طرف ساختمان‌های مزرعه 4 نعل میآید و با صدای بلند ارعر میکنند شگفت زده شدند. این اولین باری بود که آنها بنجامین را هیجان زده دیده بودند. در حقیقت این اولین باری بود که کسی دیده بود او به تاخت و 4 نعل بیاید. او فریاد میزد عجله کنید، فوری بیایید. آنها دارن باکسر را با خودشان میبرند. بدون اجازه خوک‌ها حیوانات کار را رها کردند و به سرعت به سمت ساختمان مزرعه دویدند. در حیاط یک واگن باری بزرگ سرپوشیده بود که توسط 2 اسب کشیده میشد. مردی با قیافه موذی روی صندلی راننده نشسته بود. آخر باکسر خالی بود. حیوانات اطراف واگن جمع شدند. آنها میگفتند خدا حافظ باکسر، خدا حافظ. بنجامین فریاد زد احمقها. اطراف آنها بالا و پایین میپرید و با سمهای کوچک خود به زمین میکوبید. احمقها، نمیبینید چه چیزی روی ون نوشته شده است؟ این موضوع باعث شد حیوانات کمی مکث کنند. سکوت هم به جا را فرا گرفت. موریل شروع کرد به خواندن لغات، اما بنجامین او را به کناری هل داد و در میان سکوت کشنده خواند: آلفرد سیمونز، سلاخ اسب، ویلینگدان، دلال پوست و استخوان حیوانات، تهیه کننده غذای سگ. نمیفهمید منظورش چیست؟ آنها دارن باکسر را به کشتارگاه میبرند. فریادی از وحشت سکوت حیوانات را شکست. در این لحظه مرد روی صندلی به اسب‌هایش شلاق زد و واگن از حیاط خارج شد، در حالی که به آرامی یورتمه میرفت. همه حیوانات به دنبال آن راه افتادند و با صدای بلند فریاد میزدند. کلاور به زور خود را به جلوی حیوانات رساند. سرعت واگن ناگهان زیاد شد. کلاور سعی کرد پاهای قوی و تنومند خود را تکان دهد و به صورت 4 نعل بدود. او فریاد میزد باکسر و درست در همین لحظه گویی که سر و صدای بیرون را شنیده باشد، صورت باکسر با یک مایه سفیدی که از بینه‌اش سرازیر بود از پنجره کوچک عقب واگن به بیرون نگاه کرد. کلاور با صدای وحشتناکی فریاد زد باکسر بیا بیرون، سریعتر بیا بیرون، آنها دارن تو رو میبرن به کشتارگاه که بکشن. همه حیوانات فریاد میکشیدن که بیا بیرون باکسر، بیا بیرون. اما واگن سرعتش زیاد شد و از آنها دور شد. مشخص نبود که آیا باکسر آنچه را که کلاور گفته بود و فهمیده است یا خیر. اما لحظه‌ای بعد صورت او از پنجره ناپدید شد و صدای ضربه شدید سم داخل واگن شنیده شد. او داشت تلاش میکرد که خودش را نجات دهد. وقت آن بود که چند ضربه از سمهای باکسر واگن را به تکه‌های چوب تبدیل کند، اما افسوس، او دیگر قدرت نداشت و در عرض چند لحظه صدای ضربه‌های سم او ضعیف‌تر شدند و از بین رفتند. در نهایت ناچاری و درماندگی حیوانات با التماس و خواهش از 2 اسبی که واگن را می‌کشیدند خواستند که بایستند. آنها فریاد می‌زدند رفقا برادر خودتان را به قتلگاه نبرید. اما حیوان‌های کنزن بیش از اندازه نادان بودند که درک کنند که چه اتفاقی در حال افتادن است. فقط گوشایشان را عقب کشیدند و سرعت خود را بیشتر کردند. صورت باکسر دیگر از پنجره ظاهر نشد. دیگر خیلی دیر شده بود تا کسی به این فکر کند که سریع بدود و دروازه 5 نرده‌ای را ببندد. لحظه بعد واگن از آن گذشت و به سرعت در پایین جاده ناپدید شد و باکسر دیگر هرگز دیده نشد. 3 روز بعد اعلام شد که با وجود توجه و پرستاری زیاد که در بیمارستان از باکسر به عمل آمده بود، او مرده است.
اسکویلر آمد تا اخبار را به دیگران اعلام کند. او گفت که در آخرین ساعات عمر باکسر در کنار او حضور داشته است. اسکویلر در حالی که پاچه‌هایش را بلند می‌کرد تا اشک خود را پاک کند، گفت که این غم‌انگیزترین منظره‌ای بود که تا به حال دیدم. او زمزمه می‌کرد که رو به جلو رفقا، به نام شورش رو به جلو. زنده باد مزرعه حیوانات، زنده باد رفیق ناپلئون. همیشه حق با ناپلئون است. رفقا، اینها آخرین لغات و حرفای او بودند. در اینجا رفتار اسکویلر ناگهان تغییر کرد. او برای یک لحظه ساکت شد و قبل از اینکه ادامه دهد، چشم‌های کوچک او نگاه‌های مشکوکی را از یک طرف به طرف دیگر انداخت. او گفت که آمده است تا درباره شایعه‌های احمقانه که در زمان انتقال باکسر به بیمارستان پیچیده شده است توضیح دهد. بعضی از حیوانات توجه کرده بودند که واگن باری که باکسر میبرد علامت سلاخ اسب را داشته است و در حقیقت بعضی‌ها به این نتیجه رسیده بودند که باکسر به کشتارگاه فرستاده شده است. اسکویلر گفت که باور اینکه حیوانات آنقدر میتوانند احمق باشند مشکل است. او در حالی که دم خود را تکان میداد و از طرفی به طرف دیگر میپرید فریاد زد به طور حتم آنها رهبر محبوب خود رفیق ناپلئون را بهتر از هر کسی دیگری میشناسند. اما توضیح آن بسیار آسان است. واگن از قبل جزو اموال کشتارگاه بود و توسط دامپزشک خریداری شده بود و هنوز اسم قدیمیش پاک نشده بود. به این صورت بود که این اشتباه پیش آمده. حیوانات وقتی موضوع را شنیدند خیلی آرام شدند و تسکین یافتند. وقتی اسکویلر جزئیات گویای بیشتری را درباره مرگ باکسر ارائه داد، مراقبت‌هایی که در خور ستایش را که او دریافت کرده بود و داروهای گرانی که ناپلئون بدون توجه به قیمت آنها برای او پرداخته بود، آخرین شک‌ها نیز برطرف شد. غم و ناراحتی که آنها به خاطر مرگ رفیق خود داشتند با این فکر که حداقل او خوشحال مرده است برطرف شد. ناپلئون خودش در جلسه صبح یکشنبه روز بعد حاضر شد و یک نطق کوتاه به افتخار باکسر بیان کرد. او گفت که ممکن نیست جسد رفیق از دست رفته خودشان را برای خاکسپاری به مزرعه برگردانند، اما یک حلقه گل بزرگ ساخته شده از درخت برگ بو سفارش داد در باغ خانه روستایی به جای باکسر داخل قبر بگذارند. چند روز بعد خوک‌ها تصمیم گرفتند یک مراسم یادبود به افتخار باکسر برگزار کنند. ناپلئون سخنرانی خود را با یادآوری 2 شعار مورد علاقه باکسر به پایان رساند. من سخت‌تر کار خواهم کرد و همیشه حق با رفیق ناپلئون است. او گفت که شعارهایی است که هر حیوانی میتواند برای خود انتخاب کند. در روز تعیین شده برای مراسم یادبود یک واگن خاربار فروشی از ویلینگدان راه افتاد و یک صندوق چوبی بزرگ به خانه روستایی تحویل داد. آن شب صدای آواز پر سر صدایی که با صدای شبیه به دعوا همراه بود همه جا پر شده بود و در حدود ساعت 11 با صدای شکستن شیشه پایان یافت. هیچ کس در خانه روستایی تا قبل از ظهر روز بعد از جایش تکان نخورد. اما صحبت این بود که خوک‌ها برای خریدن صندوق ویسکی از جایی پول به دست آورده بودند.